بسم الله الرحمن الرحیم. دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز یکشنبه دوم فروردین ماه با بکارگیری پهپادهای انهدامی آرش 2 در دو جبهه صنایع هوافضای صهیونیست‌ها در مجاورت پایگاه هوایی بنگوریون و محل استقرار هواپیماهای شناسایی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در منطقه را آماج حملات پهپادی خود قرار دادند. موج 74م عملیات وعده صادق 4 با رمز یا امیرالمؤمنین علیه السلام علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی در ادامه سناریوهای از پیش طراحی شده بازی جنگ با تاکتیک‌های جدید و سامانه‌های ارتقا یافته اجرا شد. پایگاه ملک سلطان آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا و لانه تروریست‌های کموله در ادامه ضربات برق‌آسای روزهای گذشته زیر ضرب موشک‌های عماد، فاتح و قیام و پهپادهای تهاجمی قرار گرفتند. پایگاه‌های نظامی و مراکز امنیتی در تل‌آویو، پتح‌تیکوا، هولون و راماتگان نیز از صبح روز یکشنبه در پی اصابت مستقیم موشک‌های خیبرشکن، قدر و خرمشهر 4 قدرتمندانه منهدم شدند. ساعتی پیش موج 75م عملیات وعده صادق 4 با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها علیه اهداف صهیونیستی و آمریکایی اجرا شد. در این موج بر اساس شناسایی انجام شده توسط یگانهای اطلاعات عملیات مکانهای استقرار جدید نظامیان و اختفای ارتشیان صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفتند. پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج که از محل‌های اصلی استقرار و عملیات هوایی متجاوزان آمریکایی علیه ایران است نیز با موشک‌های بالستیک مورد هدف قرار گرفت. به نظامیان تروریست صهیونی و آمریکایی هشدار داده می‌شود که به طور کامل تحت رصد یگانهای اطلاعات عملیات نیروهای مسلح ما هستند و مخفی شدن آنها در شهرک‌ها همچون مخفی شدن آنها در یک شهرک در آراد هم به دلیل اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح موجب نجات جان آنها نمی شود. سردرگمی راهبردی فرماندهی سنتکام، فروپاشی شبکه پدافند چند لایه آمریکایی صهیونی در منطقه غرب آسیا و اختلال در سامانه پشتیبانی تسلیحات آمریکا در پی تدابیر و ضربات نیروهای مسلح ایران به دشمنان متخاصم معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر داده است. عصبانیت و استیصال جنگ افروزان آمریکایی و صهیونیستی قابل پیش بینی بود و پیشتر نسبت به باطلاق جنگ برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنگ منطقه‌ای و فراگیر هشدار داده بودیم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.